دادستانی کل تاجیکستان به آموزش قرار وزارت معارف عاید منع سفر به اجازه محصلین و آموزگاران به خارج کشور شروع کرده است. دادستانی باید مشخص کند که این قرار وزارت معارف تا کجا با قانونگذاری کشور موافقت میکند. این در حالی است که علاکه نمایندگان جامعه شهروندی کشور قرار وزارت معارف را مخالف با کنستیتوسیا و سندهای بین المللی خوانده طلب کردند که آن بیکار کرده شود. طبق دستور نوی وزارت معارف از این به بعد آموزگاران و دانشجوها، محققان و پروفسوران تاجیک حق ندارند به اجازه مقامات بر سفر خدمتی و یا تحصیل به خارج بروند. یک مقام در وزارت معارف و علم تاجیکستان روز 27 ایون با شرط افشا نشدن نامش گفت بعد از رسانه‌ای شدن این قرار وزارت، دادستانی کل به این نهاد رسما نامه نوشت و جزئیات سند را طلب کرد. این مسئول وزارت معارف و علم افزود تنها بعد انجام سنجش از سوی دادستانی کل وزارت معارف رسما واکنشش را در این زمینه پخش میکند. قاعده نوی وزارت معارف هنوز ماه فوریه سال روان تصویب شد، ولی وزارت آن را تنها ماه می پخش کرد. همصحبت ما در وزارت معارف میگوید قاعده نوی سفری محصلین و آموزگاران به خارج کشور از سوی هیئت مشاوره وزارت قبول شده، اجرایش آن برای همه کارمندان ساحه حتمی می باشد. دادستانی کل در حال به آموزش قرار وزارت معارف شروع می کند که بعضی از کارمندان ساحه معارف میگویند علاکه این قرار مانع در راه سفر آنها به خارج شده است. رشید رضایف، یک محقق تاجیک، میگوید با سبب دیر دریافت کردن اجازتنامه او از اشتراک در یک کنفرانس وابسته به ساحه محیط زیست محروم شد. رضایف افزود ماه اپریل قرار بود برای اشتراک در یک نشست به اروپا سفر کند، اما با او گفتند که نخست باید اجازتنامه بگیرد. تا اجازتنامه گرفتن به قول رشید رضایف علاکه کنفرانس مورد نظر او به انجام رسید. دستور نوی وزارت معارف برای منع سفر به اجازه کارمندان این ساحه به خارج کشور از آغاز با واکنش‌های تند در جامعه قبول شد. تحلیلگران میگویند در شرایط فعلی هر گونه محدودیت در راه سفر محصلین و آموزگاران به خارج بر ضرر ساحه است.